بچه‌ها سلام. ما یه جیگر به این خوشگل دادیم بخوره، اونم به خاطر خونریزی زیادی که داشت و خون از بدنش رفته بود. انقدر چند نفر اومدن چرت و پرت که آقا مردم گشتن چرا به سگ جیگر میدی؟ مگه من مال تو رو خوردم که دارم به سگم میدم؟ کجا بودی که 2 روز 3 روز نخوابیدم، از این دکتر به اون دکتر داشتم دیوانه میشدم اصلا بابت مریضیش دردش؟ کجا بودی اون موقع؟ بعدش هم من سال 95 بی ام زیر پام بود. خب به خیلی هم کمک میکردم، به دلایل کلامو برداشتن ورشکست کردم. برای جبران مافات مجبور شدم خیلی از چیزا رو از جمله ماشینمو بفروشم. همون فامیلی که من کمکش کرده بودم همون جشن شادی گرفته بود برای که من ورشکست کردم برم به هم نوع کمک کنم، ولی من به این کمک میکنم که با نون خالی، با جیب خالی، با جیب پر، با همه چیزم میسازه، برام هم نمیزنه. بعدش هم برو به مسئول مربوطه اعتراض کن، برو به نمایندت اعتراض کن که این وضع رو افتاده برای مردم. به من نمیتونی اعتراض کنی، من خودم 1 سال جیگر رو نخوردم خدا شاهده، ولی میدم به این بخوره، میدم به این بخوره، نوش جونش، گوارای وجودش میدونم برام نمیزنه، پشت سر من حرف نمیزنه، به منم نامردی نمیکنه. پس لطفاً برو جای دیگه اعتراض کن یا